درود بر شما بینندگان شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مذاکرات دو روزه جمهوری اسلامی و گروه پنجه به علاوه یک درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی پایان یافت. کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت دور بعدی مذاکرات در 13 ماه می آغاز خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه گفت دو طرف مذاکره در مورد شکل توافقنامه نهایی 50 تا 60% توافق دارند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جمهوری اسلامی میگوید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از جواد کریمی قدوسی به خاطر نقض توافق ژنو شکایت کرده است. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس که بارها توافق ژنو بر روند مذاکرات را نقد کرده، در خبرسازترین اظهار نظرش گفته بود رهبر جمهوری اسلامی هم با توافق ژنو موافق نبوده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد دفاع کرد و او را یکی از مجربترین و منطقی ترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و گزینه‌ای مناسب برای این منصب نامید. به همچنین گفت که اجازه نمی‌دهد تندروها دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. 4 مرزبان به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل سرانجام روز 17 فروردین ماه به ایران بازگشتند، اما سرنوشت جمشید داناییفر همچنان در حالیت ابهام قرار دارد. استاندار سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت که نمیتوان مرگ جمشید داناییفر را با قطعیت 100% اعلام کرد. نماینده گروهی از جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین در یک کنفرانس خبری در ساختمان دولتی اشغال شده در شهر لوهانسک گفته است مذاکرات با مقامات دولتی هنوز به توافقی ختم نشده است. جدایی طلبان اطراف اداره امنیتی در شهر لوهانسک در شرق اوکراین را مانع گذاری کرده و در حالی که مشغول مذاکره با مقامات دولتی هستند، همچنان خواستار برگزاری همه‌پرسی در آن کشور برای فدرالیزه شدن آن میباشند. در پی انفجار 2 خودروی بمب گذاری شده در شهر حمص سوریه، دست کم 25 غیر نظامی از جمله چند کودک کشته شدند. انتخابات هند که بزرگترین انتخابات جهان شناخته می شود، از دوشنبه 18 فروردین ماه برابر با 7 مارس آغاز شده است و بیش از 1 ماه ادامه دارد. روز چهارشنبه یک دانش آموز نوجوان در یک دبیرستان در پنسیلوانیای آمریکا چاقو کشید و 22 تن را زخمی کرد. پلیس این دانش آموز 16 ساله به نام الکس هربیال را بازداشت کرده است. حال برخی از زخمی شدگان وخیم اعلام شده است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضایی سخنانی در اعتراض به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا درباره ایران ایراد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به موارد مطرح شده در این قطعنامه را ادعاهای کذب دانست که با فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نیست. بر پایه آماری که گمرک ایران منتشر کرده است، چین با وارد کردن بیش از 34 میلیون تن کالا با ارزشی نزدیک به 7.5 میلیارد دلار در صدر کشورهایی قرار گرفته است که ایران به آنها کالا می‌فرستد. کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی، بار دیگر به عنوان رهبر و رئیس کمیسیون ملی دفاع این کشور انتخاب شد. این انتخاب توسط پارلمان کره شمالی موسوم به مجلس عالی خلق صورت گرفت. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه از ارسال موفقیت آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. در بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده، نام این ماهواره اوپک 10 اعلام شده و گفته شده است که این ماهواره پس از قرار گرفتن در مدار زمین شروع به ارسال اطلاعات و تصاویر کرده است. میخائیل گورباچف اخیراً از اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای انضمام کریمه به خاک روسیه حمایت کرد. 5 نماینده مجلس روسیه در نامه‌ای به دادستان کل این کشور خواهان محاکمه میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق شدند. و برای اولین بار از زمان جنگ جهانی اول به این سو،
اسناد بازجویی، نامه‌های شخصی و تصاویر محرمانه مربوط به جاسوسان این جنگ که در اختیار MI5 سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا بود منتشر شدند. این بود خلاصه از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید.